صدای انجیل تقدیم می کند زندگی حضرت ایوب، اقتباس از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که در شادی و آرامی الهی روزهای خود را به سر آورده و با ایمان به او زندگی پربرکت و پر از امیدی رو بگذرانید، زیرا امید حقیقی رو فقط در خدا میتوان یافت و آنانی که در ایمان به او زندگی میکنند و از کلام او اطاعت میکنند آن را از فیض خداوند مییابند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 18مین قسمت از تورات یعنی کتاب ایوب بگشایید تا درباره زندگی و تجربیات این رادمرد خدا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و از آن برای زندگی خودمون الهام و سرمشق گرفته و بدین وسیله به خداوند نزدیکتر شویم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات را براتون بخونم و در قبال خواندن آیات نیز توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم تا شما را در درک معنی آیات تورات بیشتر یاری بدهم. از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که لطف کردند و برای ما نامه نوشتند صمیمانه تشکر می کنم و همونطوری که قول دادیم ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم. و اگر شما تا حال نامه برای ما ننوشتید، ما شما رو تشویق می کنیم که برامون نامه بنویسید، در مورد برنامه ها نظرات خودتون رو بفرستید و به ما بگید که در کجای کشور صدای ما را میشنوید، در کجا هستید و اینکه ما چه میتونیم بکنیم که برنامه ها رو بهتر کنیم و بیشتر مقبول پسندتون باشه، ولی از همه مهمتر چطور میتوانیم شما را در امور معنویت یاری بدهیم. عرض کنم ایوب این مرد برگزیده خدا که به خاطر تحمل جفاها و بلایای بسیار سخت و از دست ندادن ایمانش به خداوند به پیامبر صبر و شکیبایی مسما گردیده، زندگی پر از فراز و نشیبی داشت که میتونه به همه ما درس عبرت بیاموزد. زمانی او ثروتمندترین مرد و سالمترین مردش مشرق زمین بود و در حالی که ترس خدا و عشق به خدا در قلبش بود، زندگی را در ناز و نعمت به سر می برد. ولی همین خدای مهربان و عادل اجازه می دهد که او مورد آماج حملات اهریمنی قرار بگیرد و نه فقط تمام دارایی و اموال خود را از دست بده و فرزندانش هم در همان روز کشته بشن و همه عزیزان و یاران و فامیل ها او را ترک کنند و حتی ایوب را مسخره کنند، بلکه سلامتی را نیز از ایوب میگیره و سراسر بدنش مبتلا به انواع امراض میشه و از سر تا پا دملهای چرکین از بدن ایوب بیرون میان. او آنقدر زشت و مریض میشه که هیچ کس جز حیوانات به او دست نمیزدن. آری، حیوانات می آمدن و از چرکهای بدن ایوب میخوردن. کلام میگه که سگها همدم ایوب شده بودن که با زبان خود چرکهای ایوب را میلیسیدن. با تمام این وجود او خدا را ترک نمی‌کنه. با اینکه میگوید این خداست که این همه بلاها را به سر من آورده، ولی ایمانش را نسبت به خدا از دست نمیده و روی خود را از خدا بر نمیگرداند. او 3 یار داشت که برای تسلی گفتن پیش او آمده بودند، اما آنها پس از مدتی رو به ایوب کرده و به جای تسلی دادن او را مسئول بدبختی ها دانسته و میگویند ای ایوب، خدا خدای عادل است، خدا خدای مهربان است و خدا از نیکوکاران همیشه حمایت کرده و میکند و خدا شریران را به حق خودشون میرسونه. بنابراین خدای عادل در مورد تو نیز عدل خویش را اجرا کرده و دلیل این که تو این همه بدبختی و بلا نصیبت شده اینه که شریر بودی و گناه کردی. آنچه به سرت آمده نتیجه اعمالی است که تو مرتکب شدی. به طور که یکی از دوستانش به ایوب میگه که تو نان یتیمان را خوردی، تو برهنگان را نپوشانیدی، تو حق بیوه زنها را گرفتی، تو اونایی که تشنه بودن حتی آب ندادی، پس چطور انتظار داری خدا تو را برکت بده؟ در حالی که اینطور نبود. مطابق آیات قبلی میبینیم که ایوب نه فقط خدا ترس بود بلکه بسیار مهربان بود. نه فقط نیکویی میکرد بلکه سعی میکرد که از مال خودش به همه بدهد.
همه مردم او را دوست داشتند. وقتی که ایوب در ناز و نعمت بود، مردم آرزو می‌کردند که نصیحت او را بشنوند. او بالاترین شخصیت و مقام را داشت. حالا این یارانش میگن که ای ایوب، شاید این چیزا همش ظاهری بوده و در باطن تو چیزی دیگری بودی، ما ممکن ندیدیم، ولی حتما تو گناه کردی که خدا این بلاها را به سرت آورده. در حالی که دوستان عزیز، ایوب عملی انجام نداده بود که شایسته این همه بدبختی ها باشد. بین ایوب و سیارش گفتگوهای بسیار عمیق و فلسفی در میگیرد که ما تا فصل 25 آن را به سمع شما عزیزان رسانیدیم و دیدیم که چگونه ایوب نیز سعی میکنه به یارانش بفهماند که شاید خدا هدفی دیگری غیر از تنبیه کردن و داوری نمودن داشته. ولی هرچه تلاش بیشتر میکرد، یارانش بیشتر او را متهم میکردند. در دل ایوب این سوال بود که خدایا، چرا من که به تو عشق می‌ورزم، من که پاک زندگی می‌کردم، من که ترس تو را در قلبم داشتم و به تو ایمان داشته و دارم، مرا به این بلاها دچار کردی؟ و نیز یارانش کوشش می‌کردند که با دلیل و برهان به ایوب ثابت کنند که بیهوده ادعای پاک بودن و عادل بودن نکنه، چون خدا هرگز بلا به سر عادلان نمیفرسته. خدا هرگز پاکان را جریمه نمیکنه. خدا هرگز پاکان و مقدسان را آزار نمیده و اجازه هم نمیداد که اذیتی به آنها برسونه. در فصل 25 یار دوم او، یعنی بلد شوحی، برای بار سوم و آخرین بار شروع به سخن گفتن میکنه که حالا توجه شما را به این قسمت جلب میکنم. فصل 25 از کتاب ایوب، 18مین قسمت از تورات مقدس. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. فراموش نکنید که دوستان ایوب بسیار فاضل و دانشمند بودند و بلد شوحی مغز متفکر محسوب میشد. او به جر و بحث‌های ایوب با خودش و دیگر یارانش توجه خاص کرده بود و احتمال می‌رود که شدیداً از مقاومت ایوب تحت تاثیر قرار گرفته بود و حیران بود که چگونه شخصی مثل ایوب که در چنین حالت تأسف آور و رغبت انگیزی قرار داده، هنوز ایمانش رو به خدا از دست نداده، هنوز رو به خدا کرده و هنوز اعتمادش رو از خدا دور نکرده است. اگر ایوب گناه کرده بود و حالا جرم گناه را داره تحمل میکنه، پس چرا از خدا عصبانی نمیشه و او را منکر نمیشه؟ و چرا با تمام این همه تهمت‌هایی که به او زدیم هنوز داره مقاومت میکنه و اعتراف میکنه که گناهی نکرده؟ او هنوز در ایمان به خدا پایدار بود. دوستان فراموش نکنید که بلد شوحی معتقد بود که خدا از قانونهای خاصی که خودش به وجود آورده پیروی میکنه و هرگز خلاف آنچه که خودش فرموده است عمل نمیکنه. او مظهر علما و دانشمندان علم امروزی می باشه که ادعا می کنن که می دانن مثلا در 2 میلیون سال پیش چه اتفاقاتی به وجود افتاده، ولی ادعاهای بسیار عجیبی هم می کنن و طوری صحبت می کنن که انگار عقل کل هستن و همه چیزها را می دونن، در حالی که حتی نمی دانن که فردا چه میشه و نمی دانن که خودشون که تا چند لحظه دیگه زندگی می کنن یا نه، نمی دانن که در چند ساعت آینده چه اتفاقی خواهد پیوست. به نظر من این گروه افراد که متاسفانه امروز تعدادشون زیاد هست، خودشون رو دارن فریب میدن، زیرا گذشته و آینده همه در دست خداست و هیچ کدام ما آنطور که باید و شاید درباره خلقت و نحوه آفرینش آن به وسیله خدا اطلاعات کامل نداشته و نداریم. اگر امروز حضرت موسی زنده بود و به دلیل و برهان این نوع افراد دانشمند گوش میکرد که در مورد خلقت چه چیزهایی میگویند، بدون شک لبخند تمسخر را به آنها میداد، زیرا موسی آنها را با الهام الهی نوشت. به عظمت و قدرت و شکوه و توانایی خدا در خلقت خود موسی به طور کامل پی نبرد، چه برسه به این دانشمندا. این دانشمندان عصر ما خیال میکنن که بدون خدا موفق شدن اسرار خلقت را درک کنند. واقعیت این است که هم بلد شوحی، این یار فاضل و دانشمند و متفکر ایوب، و هم دانشمندان امروز ما باید بدونن که طریق خدا با طریق بشر متفاوت است و کارهای گذشته خدا را فقط و فقط به وسیله الهام میتوان درک نمود و نه به وسیله علم و دانش بشری. بلد شوحی رو به ایوب کرده و میگوید ای ایوب، سلطنت و هیبت از آن اوست و سلامتی را در مکانهای بلند خود ایجاد می کند. آیا افواج خدا شمرده می شوند؟ و کیست که نور او بر وی طلوع نکند؟ پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده می شود؟
و یا ای ایوب، تو که خودت رو ادعا میکنی که پاک هستی و نزد خدا عادل شمرده شده ای، تو چگونه نزد خدا عادل شمرده شدی؟ و کسی که از زن زاییده شود چگونه پاک شود؟ اینک ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند، پس چند مرتبه زیاده انسان که مثل خزنده زمین و بنی آدم که مثل کرم می باشد. در این آیات بلد شوحی ابتدا درباره عظمت خدا صحبت می کند. مطالبی می گوید که کاملا درست و منطقیه و هر کسی که به خدا معتقده این حقیقت را می پذیره. می گوید ای ایوب، آنانی که با خدا هستند سلامتی رو از خدا دریافت خواهند کرد. و دوستان عزیز، این حقیقتی است که ما می‌دانیم و ما هم برای شما همیشه از خدا تقاضای سلامتی کرده و می‌کنیم. چرا؟ چون ایمان داریم خداوند آنانی رو که دوست داره سلامتی عطا می‌کنه. فراموش نکنید که بلد شوحی هدفی داره که این صحبت ها رو میکنه، هدفی داره از این که داره درباره عظمت خدا و صفات خدا صحبت میکنه و هدفش اینه که میخواد به ایوب بفهمونی که در اشتباهه. و پس از توضیح دادن درباره معرفت و بزرگی و حشمت خدا سوالی میکنه که ای ایوب، آدمی نزد خدا چگونه پاک و عادل محسوب میشه؟ و یا ای ایوب، تو که خودت میگی من عادل هستم و پاک هستم، به من بگو که چطور عادل و پاک شدی؟ سوالی است که هر انسانی باید از خودش بپرسه. من و شما نیز باید از خودمون بپرسیم که چگونه میتونیم نزد خدا عادل باشیم. در دنباله گفتارش میگوید که آیا کسی که از زن زاییده شود پاک باشه؟ یا کسی که از زن زاییده شود چگونه پاک باشد؟ ببینید دوستان عزیز، در اینجا بلد شوحی مطلبی را بازگو میکنه که برخلاف عقیده بسیاری از مردم جهان امروزه، در حالی که در قدیم و مطابق کلام خدا همه با این مطلب موافق بودند که کسی که از زن زاییده شود پاک و عادل نیست. یعنی انسان ذاتاً گناه‌آلوده، در حالی که مردم دنیای امروزه میگن که انسان وقتی به دنیا میاد پاکه، گناهی نکرده. مردم امروز تعلیم میدن که آدم تا قتل نکرده باشه، تا عمل زنا رو انجام نداده باشه، تا دزدی نکرده باشه گناهکار محسوب نمیشه. در حالی که دوستان خدا گفته و خداوند میگوید که انسان ذاتاً گناه‌آلوده و در تورات مقدس و در انجیل نیز این موضوع باز رویش تأکید شده که ذات بشر گناه‌آلوده و این چیزی است موروثی که از آدم و حوا گرفتیم و از نظر خدا انسان باید از نو مولود گردد تا عادل و پاک شود. در جهان امروز دوستان مذاهب و فلسفه های مختلفی هستند که هر کدومشون یک راهی رو درباره نحوه عادل شدن بشر نزد خدا به ما معرفی میکنن. بعضیها به کارهای نیکوی خودشون و تشریفات و رسومات مذهبیشون دلخوش کردن که اگر خوب باشن خدا آنها را عادل میکنه، خدا آنها را پاک میکنه، خدا آنها را عادل محسوب میکنه. بعضیا خیال میکنن که در روز آخرت اعمالشون عامل نجاتشون میشه، زیرا خدا اعمالشون رو در یه ترازوی قرار میده و اگر نیکویشون سنگین‌تر از بدیها باشه مقبول پسند خدا خواهند شد، هر چقدر هم بدیهای بدی کرده باشن، ولی اگر نیکیشون بر بدیهاشون بچربه خدا اونها رو عادل محسوب میکنه. ولی دوستان عزیز، کتاب مقدس هر نوع کوشش بشر را برای عادل شدن ناقص میدونه. البته انسان باید خوب و پاک باشه، باید مقدس باشه، باید در راه پاکی کوشش کنه، اما کوشش بشر کافی نیست. کتاب مقدس میگوید که خدای مهربان از روی فیض و محبتش راه عادل شدن را در عیسی مسیح به ما عطا کرده است و بشر از راه ایمان عادل محسوب می شود. انسان به وسیله ایمان عادل محسوب میشه و این حقیقت را برای ما در فصلها و آیات مختلف کتاب مقدس با آوردن نمونه های بسیار خود خدا برامون ثابت میکنه. برای مثال میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این یعنی ایمان او برای او عدالت محسوب گشت. دوست من، ابراهیم به خاطر پیروی از شریعت خدا عادل محسوب نشد، بلکه به خاطر ایمانش. آری، بر اثر ایمان به حقیقت او و اطاعت از اوست که خداوند ما را عادل می کند. و ما در آیه 5 آیه است که ما بایستی به آن توجه خاصی مبذول بدهیم، زیرا که این آیه یک آیه علمی محسوب میشه. میگه که و ما از خود روشنایی ندارد.
امروز دانشمندان جهان پی بردند که حقیقتاً ما از خود نوری ندارد، بلکه نور خود را از خورشید می‌گیرد. و دوستان، این آیه را کتاب مقدس 5000 سال پیش آن را اعلام کرده بود و میتونیم در مورد آن صحبت‌های زیادی کنیم و ثابت کنیم که کلام خداوند جاودانه است و آنچه گفته حقیقت محضه، ولی خارج از بحث این ساعت ماست. و اما از فصل 26 ایوب در پاسخ به بلد شوحی که او را متهم به گناه کرده بود و شروع به آوردن دلیل و برهان کرده بود میکنه تا هم به ایمانش به خدا به او ثابت کنه که هنوز به خداوند ایمان داره و هم بیگناهیش رو به این آقا ثابت کنه. منتها در آیات اول ابتدا نارضایتی خود را از این یاران که برای تسلیش آمده بودند ولی او را بیشتر ناراحت کرده بودند و آزرده بودند پنهان نمی‌داره و آن را صریحاً بهشون میگوید. پاسخ ایوب در اینجا بسیار طولانی است که شامل 6 فصل می باشه که اجازه میخوام تا آنجا که فرصت به ما اجازه بدهد آیات را براتون بخونم. بنابراین باید 6 فصل آینده رو در پاسخ ایوب به بلد شوحی دانست و در سوالهایی که بلد شوحی کرده بود مطالب رو درک کنیم. به 4 آیه اول فصل 26 گوش بدهید. میگوید: پس ایوب در جواب گفت: شخص بی قوت را ای بلد شوحی چگونه اعانت کرده ای و بازوی ناتوان را چگونه نجات داده ای؟ شخص بی حکمت را چه نصیحت نمودی و حقیقت امر را به فراوانی اعلام کردی؟ برای که سخنان را بیان کردی و نفخه کیست که از تو صادر شد؟ و اما معنی این آیات: ایوب به بلد شوحی و یا یار دومش میگوید: تو نتوانستی جواب سوالهایی که من ازت کردم بدهی. با اینکه مرا متهم کردید و دلیل و برهان بسیاری آوردید، اما چون به سوالهای من پاسخ ندادید، در حقیقت حرفاتون در مورد من صدق نمیکنه. در نتیجه تهمتهای شما روا نیست، بلکه نادرست هستند. اما در آخر ای بلد شوحی، تو یک حرفی زدی که کاملا درست و منطقی و قابل قبوله. هرچه تا حالا حرف زدی کمک به من نبوده، بلکه باعث رنج و درد من شده و شما به من که ناتوان هستم کمکی نکردید. ولی آنچه که در باره جلال و قدرت و حکمت خدا گفتید کاملا درسته و من هم میخواهم این حقیقت را به شما بگم که قبول دارم آنچه که در مورد جلال و جبروت خدا گفته اید. دوستان عزیز، در اینجا ایوب شروع میکنه که در باره جلال و هیبت و عظمت خدا صحبت کنه. چرا؟ تا به آنها ثابت کنه که بیگناهه و این خواست خدا بوده و نه اینکه کار ایوب که ایوب در چین حالت و موقعیتی قرار بگیره. هرچند ایوب خودش بارها میگه نمیدونم چرا خداوند این بلاها را به سر من آورده. و دوستان عزیز، اگر توجه به جواب ایوب بکنید و یا به دلیل ایوب متوجه باشید، میبینید که چگونه خدا اسرار آسمانی و علمی رو در کتاب خودشم برای ما بیان کرده. مخصوصا در آیه 7 که تا چند پیش مردم جهان به آن میخندیدن، مسخره میکردن، ولی حالا از شرمندگی سر خود را به زیر میاندازن و به ناچار حقیقت کلام تورات انجیل رو پذیرفتن. زیرا در اینجا آمده است که خدا زمین را بر نیستی آویزان میسازد. بله دوستان، در اینجا آیات علمی هستند که دانشمندان الان با تمام عقایدی که در کلام خدا گفته است توافق کاملی دارند. در اینجا میگه که کره زمین ما بر هیچ چیزی تکیه نکرده است. از آیه 5 براتون میخونم. میگوید: ارواح مردگان میلرزند، زیرا آبها و ساکنان آنها حاویه به حضور و عریان است. و ابودون را ستری نیست، شما را بر جو پهن میکند و زمین را بر نیستی آویزان می‌سازد. ببینید در مورد صفات خدا صحبت می‌کنه. میگوید خدا زمین را بر نیستی آویزان می‌سازد، آبها را در ابرهای خود می‌بندد، پس ابر زیر آنها چاک نمی‌شود. روی تخت خود را معجوب می‌سازد و ابرهای خیش را پیش آن می‌گستراند. به اطراف سطح آبها حد می‌گذارد تا کران روشنایی و تاریکی. ستونهای آسمان متزلزل میشوند و از عتاب او حیران میماند. به قوت خود دریا را به تلاطم میآورد و به فهم خیش رهب را خرد میکند. به روح او آسمانها زینت داده شده و دست او مار تیزرو را سفت. اینک اینها حواشی طریقهای اوست و چه آوازه هستند درباره او میشنویم. لکن رعد جبروت او را کیست که بفهمد؟ لکن رعد جبروت او را کیست که بفهمد؟
همونطور که شنیدید هر آیه‌ای که ایوب در این فصل بازگو میکنه با کشفیات اخیر دانشمندان به اثبات رسیده و این خود دلیلی است بر حقانیت کتاب مقدس که بیش از 5000 سال پیش این مطالب را به رشته تحریری درآورده. در آیه 5 صحبت از تحرک زیر آبها میکنه که اشاره به زمین لرزه است. ببینید در قدیم مردم زمین لرزه را مربوط به ارواح شریر و یا حتی از آن خدایان خود می‌دانستند که از بالا دنیا رو تکان میده. اما ایوب به وسیله الهام به خاطر حکمتی که از خدا داشت میگه که از زیر آبها و زمین. در آیه 6 نیز ایوب میگه که ستارگان خدا بیشمار هستند و در قطب شمال نیز سفره آسمانی که منظور همون کهکشان هاست گسترده شده است. و دوستان این امر خیلی عجیبه، زیرا دانشمندان معتقد بودند که به خاطر قوه مغناطیسی که در قطب شمال است در کهکشان ها جایی است که خالی از ستاره می باشه، مخصوصا در قطب شمال. و چون قادر نبودند که به وسیله تلسکوپ های معمولی منطقی از آسمان قطب شمال رو بسنجن و ستاره‌ای در آن ببینن، آن را چاله آسمانی نامیدن و یا چاله در شمال که به معنی اینه که در آنجا ستاره وجود نداره. اما امروز که با دستگاه‌های بهتری مجهز شدن، مخصوصا با تلسکوپ رادیویی و لیزری، متوجه شدن که در شمال نیز به همان اندازه ستارگان دیده می‌شوند که در جاهای دیگر هم هست. ایوب 5000 سال پیش این مطلب را فرموده بود. همچنین ایوب در آیه 7 در مورد فضا صحبت میکنه که خدا آن را خلق کرده. چه چیزی ستارگان و ماه و زمین رو در خود نگاه داشته تا با هم تصادف نکنن و به هم برخورد نداشته باشن. اینطور دقیق و بسیار منظم قرار داشته باشه در کهکشان‌ها و به طور مرتب مطابق خواست خدا و خیلی منظم و دقیق اینا کارهاشون رو انجام بدن. خیلی جالبه که خدمتتون عرض کنم 2 سال پیش یکی از رهبران معروف در خاورمیانه که نابینا هم باشه و ریاست یک فرقه مذهبی بسیار قوی هم هست اعلام کرده بود که دنیا مسطح است. و همونطور که میدانی چند صد سال پیش همه مردم معتقد بودن که دنیا اگر مسطح نیست لااقل بر یک چیزی تکیه کرده، در غیر این صورت سقوط خواهد کرد. و عقاید نظیر این خیلی زیاد بوده و همه بر این باور بودن که دنیای ما بر چیز بسیار محکمی تکیه نموده است. ولی ببینید ایوب چی میگه؟ ایوب حدود 5000 سال پیش میگه خدا دنیای ما را بر نیستی ها آویزان ساخته. نمیگوید حتی تکیه کرده، بلکه آویزان، که اشاره به آزاد بودن و متکی نبودن به چیزهای دیگه است. و بعد درباره ماه صحبت میکنه. چقدر شگفت انگیزه که کلام خدا 5000 سال پیش اعلام کرده بود که ماه از خود نوری نداره. دوستان بشر پس از تلاش بسیار موفق شده بود که در کره ماه پیاده بشه. خیال میکنید که در کره ماه چه چیزی پیدا کرد؟ آیا شعله های آتش یا منبع نور مثل خورشید یا موجودات عجیب و غریب؟ خیر، هیچ چیزی که جاندار باشه، هیچ چیزی که نور و یا حیات در آن داشته باشه در ماه نیافتن. قبل از اینکه انسان موفق بشه که کره ماه را فتح کنه، خوب یاد دارم که در کشورمون گروهی میگفتن که این کار تجاوز و یا دخالت به خلقت خداست و خدا آنانی رو که قصد دست درازی به کره ماه رو داشته باشن نابود خواهد کرد. آنها میدانستن که اگر چه ممکنه فضانوردان موفق بشن به کره ماه برن، چیزهایی را کشف کنن که با عقایدشون تطبیق نداشته باشه. و دوستان انسان موفق شد که به کره ماه بره و باز برگرده و یک حقیقت مستلم را لااقل از کتاب مقدس به همه دنیا ثابت کنه که ماه از خود نوری نداره. بد نیست بدانید که اولین فضانوردی که قدم به کره ما نهاد، یعنی آرمسترانگ، اولین جمله‌ای که به زمین از کره ما مخابره کرد این بود که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بائر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. این اولین جملات و کلماتی بودند که از کره ماه به زمین مخابره شد. و دوستان میدانید این جملات از کجا گرفته شده است؟ این جملات آیات اول کتاب تورات مقدسه که درباره خلقت خدا صحبت میکنه. خدا آسمان و زمین را خلق نمود. آرمسترانگ این فضانورد که با عملش نام خود را در تاریخ بشر به ثبت رسانید، بعدها در مصاحبه‌ای فرمود وقتی که بر روی کره ما قدم می‌زدم، آنچه بیش از هر چیزی دیگری من را تحت تأثیر قرار داده بود حقانیت کتاب مقدس درباره خلقت آسمان و زمین و ماه بود.
برای دوستان، بشر تا سال 1960 موفق نشده بود که این مطلب را درک کنه و آن را بپذیرد، اما خدا هزاران سال پیش در تورات مقدس آن را اعلام کرده بود. راستش دوستان، وقتی من این آیات را میخونم حیران میمونم که چگونه بعضی از افراد بدون توجه به این حقایق ادعا میکنن که کلام خدا کهنه شده، ادعا میکنن که تورات کهنه است و فقط مختصر به دوره حضرت موسی بوده و برای زندگی امروز ما چیزی ندارد. حیران میمونم که چگونه چنین ادعا و تهمت‌هایی به کلام خدا که جاودانه و ازلی و ابدی هستند میزنن و آن وقت خودشون رو دوست خدا و طرفدار خدا میدونن و خود را خداپرست میدونن و حقایق کلام خدا رو رد میکنن. کتاب مقدس میگوید همان گونه که خود خدا جاودانه و ازلی و ابدی است، به همان نحو نیز کتاب او یا گفتار او ازلی و ابدی می باشه. و دوستان، خود خدا پشتیبان کلامش بوده و خواهد بود و خدا هرگز به ضد کلامش عمل نکرده و پای حرفش هم میسته. برخلاف ما انسانها ممکن امروز یه چیزی بگیم و فردا زیر حرفمون بزنیم، ولی خدا اینطور نیست دوستان عزیز. خداوند هر آنچه میگوید تا ابد همان است. خداوند خدای تغییر ناپذیر است و گفتارش هم جاودانه. خدا به روح خود آسمانها و زمین را زینت داده است. ایوب میگوید خدا به روح خود آسمانها و زمین را زینت داده است و به روح خود ما را حیات بخشیده است و به وسیله روح خود یا روح الله نجات ما را تأمین کرده و خیشتن را آشکار نموده است. و آیه آخر فصل 14 اخطاری است برای همه ما که اگرچه آواز خداوند آهسته و ملایم است، لیکن رعد جبروت او را کیست که بفهمد؟ به زبان دیگر، اگرچه خداوند امروز خدای محبت است، اما بدانید که خداوند روزی را برای داوری برگزیده است که در آن روز بایستی به خداوند جواب بدهیم. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می‌کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.